همین بچه ما برد یعنی کشتیان رکشه زدی آخی رکشه که کشتی آخی اکشنده و مادر سامان شریفوی 17 ساله یکی از دو نفری در مناقشه شب دوم به سوم هلاک شده میگوید شب حادثه ساعت‌های تقریبا 9 یک نفر به پسرش زنگ زده به بیرون دعوت کرده است. سامان به مادرش گفته است که یک دوستش را گسیل میکند و برمیگردد. بعد از 3 ساعت آنها خبر یافتند که پسرشان کشته شده است. بردیان کشتیان دادن. همین یک لحظه من در خونه میرم ایست نگاه میکنم خواهرام تلفن کردن خیلی یکون مینوت نموندیان هم رفتیان کورچه زدیان کشتیانش اگر یک رگای اگر که در همو می بردن به دخترک و بچه من خیلی نمیشد آخی بچه من گفتیم که با یکون مکتب داخلش کنیم. حادثه کورزانی میان جوانان شب دوم به 3 ینور در نزدیکی دانشکده حربی واقع در محله 103 رخ داده است که در نتیجه آن به غیر از سامان شریف و ابراهیم نو جوان دیگر هم هلاک شده است. این زن و زنی میان خوانندگان مکتب‌های شماره 43 54 و 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه و ختم کردگان همین مکتب‌ها رخ داده است. سامان شریف و خواننده مکتب شماره 54 بوده در صنف 11 هم تحصیل می‌کرده است. هنگام حضور ما در این مکتب رهبریت آن در مجلس حکومت ناحیه بودند و آموزگاران هم با این سبب نخواستند درباره خواننده خود و خصلتش صحبت کنند. تنها آنها گفتند که سامان 2 سال اخیر در اینجا تحصیل میکرد. در همین حال از معارف شهر دوشنبه گفتند که از این حادثه آگاهند و با آموزگاران این مکتب ها صحبت دارند. به دلیل وارد نکردن خلل به جریان تفتیشات از شرح بیشتر این موضوع خودداری میکنند. یکی از آموزگاران که نخواست نامش افشا شود گفت سرکرده زنازنی میان مکتبچه های صنف های بالایی مؤسسه های تحصیلات عمومی شماره 43 54 و 101 ناحیه سینا آنهایی بودند که مکتب را سال گذشته ختم کرده بودند. سبب های این زنازنی تا به حال معلوم نیست، اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گفتند که پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و در حال حاضر آنها در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی نگهداری میشوند. تا لحظه آماده شدن این گزارش وزارت کارهای داخلی جزئیات این حادثه را رسما شرح نداد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.